ببینید حسین جانه، همه جانهای ما فدا حسین، اما بعضی حسین جان میگن برای که امام حسین نگن، یعنی میگن ما حسین رو قبول داریم که یک اینجا سالی 2-3 روز به یادش باشیم و ثواب ببریم و اینا، بعدم که مردیم بیاد اونجا کمک ما با شفاعت کنه، ما رو از در پشتی ببره تو بهشت، خدا رو دور بزنیم، نه به اذن الله شفاعت کنه. ما این حسین رو قبول داریم، اما اگه یه حسینه که بخواد برای ما دردسر درست کنه، تکلیف ایجاد کنه، به ما میگه پاشین بیان کربلا، ما دیگه این حسین کار نداریم. جبهه حق و باطل، عدل و ظلم، این نبرد تمام نخواهد شد. تا قیامت همتون باید بیاد امتحان پس بدید، این طرف خندقید یا اون طرف، اون وسط هم نمیشه. یه مدتی اون وسط بازی میکنی، بعد یا میری اون ور یا میای این ور. اینجا مرکز مقاومت هست.